سلام دانشجوهای عزیز و مهندسین و کاربران عزیز کشور ایران. امروز میخوام به شما کتاب حل المسائل استاتیک رو به شما معرفی کنم. این کتاب به صورت PDF هست و به 575 صفحه داره. در این کتاب دانشگاه گیلان چاپ کرده و این کتاب تالیف این جانب هست، ولی در هر این به طور حل المسائل در بعضی از فصلها توضیحات لازم دادم. حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدم، ولی برای اینکه این کتاب رو شما دانلود کنید باید برید توی گوگل، در اینجا بنویسید jtaskini.com. خب این سایت بنده اومده اینجا. در اینجا نگاه کنید کتاب حل المسائل استاتیک رو میزنید. این کتاب حل المسائل اینجوری میبینین اومده. لینک اینجا، اینو من لینکش کردم و میبینید که این کاملا درست شده. البته توضیحات لازم رو یه مقدار میدم و ببینیم این از چه مسائلی درست شده. اینجا ببینید در این کتاب، البته پشت کتاب این جانب هست، دو تا مسئله به این صورت گذاشته ما که یک RBRC رو محاسبه کنین، اینجا هم مرکز ثقل این جسم رو به دست بیارین. البته در این کتاب تشریح علمی مربوط به قوانین استاتیک در هر فصل به طور مختصر آمده است. حل همه مسائل استاتیک مربوط به آرچی هایدن و ویلیام بی استیلز و یک کتاب دیگه که در دانشگاه‌های ایران بسیار معروفه، فردیناند پی بیر و اف راسل جانسون. این همه این رو ویرایش دوسی هست، به طور مفصل حل شده است. سوالات و کویزهای متنوعی که این جانب در مراکز آموزشی از دانشجویان گرفته هم به طور مفصل و کامل حل گردیده و حل بعضی از مسائل مربوط به ممان اینرسی و مرکز ثقل با نرم افزار آتوکاد و سالید ورک مقایسه گردیده. یعنی شکل با نرم افزار ساخته شده و از نرم افزار خواسته شده که ممان اینرسی، مرکز ثقل و سایر علوم مطرح راجع به یک جسم مرکب را پرینت کنند. من یادمه که دانشجو بودم، استاد ما تو کلاس استاتیک کتابی که به ما پیشنهاد کرده بود آرچی هایدن بوده. کتاب بسیار خوبیه. من از اونجا بسیار مسائل در آوردم و توضیح دادم اونجا. حالا شما در اینجا که میبینید به این صورت حل مسائل استاتیک، اینجا به صورت هدیه کردم. این یه مرکز ثقلی جسم هست که هست. اینجا بیوگرافی بنده است، قشنگ در اینجا نگه میدارم که شما اگه مایل باشین ببینید من در چه سالهایی دانشگاه بودم و در چه جاهایی کار کردم. اینجا همونی که میبینین آرچی هایدن و ویلیام استیل، مجموعه از این مسائل در اینجا گفته شده. توضیح نیروها مرکز ثقل، فصل 4، فصل 5، فصل 6 کشتافر لختی. حالا اینجا این صورت بوده. حالا دوباره اومدم باز اینجا دکتر ابراهیم واحدیان که این کتاب رو ترجمه کرده، من اومدم فصل 2، 3 و فصل 4 و فصل 5 که توضیح نیروها مرکز سطح یا مرکز ثقل رو در اینجا توضیح دادم. فصل 6 خرپا بوده و کاملا در اونجا توضیح دادم. اینجا سرفصل ها رو همجوری که میبینین
کاملا در اینجا برای هر کدام از دوتا کتاب توضیح لازم دادم. سوالات و کویزا. سوالات و کویزا همینجور که میبینید در اینجا برای دانشگاه هایی که من رفتم اونجا درس دادم، امتحان گرفتم، حالا دونه دونه میگم. در اونجا میگم کدوم سوالات هست. مثلا دانشکده فنی فومن، دانشگاه مهراسان، دانشگاه گیلان که بنده دعوت، یعنی دانشگاه گیلان که عضو هیئت علمی بودم، بقیه که دعوت هم کرده بودن، در اونجا من چند ترم استاتیک درس دادم و سوالات و امتحانی که گرفتم هم به سمع شما خواهد رسید. ببینید اینجا کاملا مشاهده میکنین که کاملا این شکل ها رو من با اتوکد درست کردم، مشاهده میکنین. حالا رو محاسبات رو میبینین، مسائل هر کدام به طور جداگانه توضیح داده شده، ولی میخوام شما رو ببرم تو صفحه 42. ببینید تو 42 رو میبینید این شکل به این صورت، این شکل میگه شکل آشورده زیر حول محور آ میچرخه. میخوایم طبق قانون پیو حجم به دست حساب کنید. ثانیاً مرکز ثقل حجم را به دست آورید. ببین این قانون پاپیوس رو من اینجا توضیح دادم، نمیخوام وارد بشم، ولی اصل قضیه که اینجا خیلی مهمه، این شکل رو ببینید درست کردم به وسیله سالید ورک یا اتوکد، فرقی نمیکنه. هر دو ببینید این شکل رو بروش دادم، به این شکل میبینید. یعنی این اگه قراره به این صورت حول محور آ دوران بدم یه چنین شکلی به دست میاد. یه بروش زدم که داخلش رو ببینید. ولی اگه اینو برید، من اینو با سالید ورک درست کردم، اگه برید بنویسید تو سالید ورک، برید توی مرجع ماس پراپرتی برید بزنید، اینجا ببینید کاملا مرکز ثقل رو اجسام به شما میده، پرادکت آف انرژی رو میده، ممان انرژی نسبت به ایکس ایگرگ نسبت به ایگرگ، همه رادیوس آف جایریشن، شعاع جرسیون، همه اینها رو ما این سالید ورک به ما میده. یعنی ما در دنیای مدرن امروز اگر بخوایم بتونیم این شکل رو با کمک سالید ورک به دست بیاریم، دیگه مرکز ثقل و ممان انرژی به دست آوردن کار بسیار ساده ایه. ببینید در اینجا من تو اینجا طبق قانون مرکز ثقل اجسام شکل را در آوردم طبق همون شکل. ببینید ایگرگسی 75 صدم سانتی متر بوده. اینجا ببینید سالید ورک این رو با ما داده. حالا دوباره برم تو صفحه 240 اینا همه خب ببینید یه مسئله به اینجا به این صورت اومده، ما این شکل رو به این صورت هست، یعنی ظرفی به شکل نیمکره به شعاع ها از آب تا ارتفاع H پر شده است. مهین کنین مرکز ثقل آب داخل ظرف را به روش آنتیگرارگیری. خب روش آنتیگرارگیری اینجا اومده، چی داده به ما؟ اینا 3/4 آ. حالا اگه گفته آ یک، آرم یک باشه 375 صدم. خب من این سالید ورک رو بر اساس شعاع 1 اینچ و ارتفاع H 1 اینچ درست کردم. اینا میبینید این محور ایگرگ، این ایکس، این زد. خب حالا اگه من از ماس پراپرتی بخوام، یعنی تو سالید ورک برم ماس پراپرتی بخوام، دقیقا به من مرکز ثقل ایگرگ رو 375 میده. ببینید اینجا پرادکت آف انرژی ایکس ایگرگ زد، رادیوس آف جایریشن ایکس ایگرگ زد، همه رو به من میده، حتی حجم رو به من داره میده.
حجم با همه اینها رو ما میتونیم از سالیدورک به دست بیاریم. خب شما دوباره 245 رو اینجا داریم. دوباره اینجا بازم یک مسئله دیگه هست که اینجا میبینید که یه کروی شکل، اینو ما تو حول محور یک دوران میدیم. مرکز ثقل اینو میگه به دست بیاد. مرکز ثقل این 125 منهای متر هست، 150 متر هست. یعنی گفته اگه این آر 2.5 باشه، یعنی شعاع 2.5 اینچ باشه، ارتفاع یعنی این ارتفاع 1.5 اینچ باشه، خب داره به من اینو میده. ایکس ایگرگ هم که اینجا هست، مومنت آف انرشیا و همه اینها. خب شما اینو مشاهده میکنید. دقیقا تو مسائل اینجا یکی مسئله دیگه بگم، اینجا خیلی جالبه. ببینید یه چنین شکلی رو با سالیدورک میشه درست کرد و میبینید که عملا در اینجا این شکل درست شده و با مرکز ثقل اینو بخوایم x 24 منهای 24 z 37.5 هست. ببینید اینجا داره ایگرگ میگه 37.5، x هم منهای 24. یعنی اینو بر اساس انتگرال مسئله را حل کردم، نمیخوام توضیح بدم. شما اونو وقتی که دانلود کردید راحت میتونین برین. البته تو دانلود این 575 صفحه رو میتونین کپی بگیرین یا میتونین توی کامپیوتر یا لپتاپت نگه داری، هر وقت خواستی ببینین. دانشجوی عزیز، تا دانشجویی که در خارج از کشور هستن، من اینو تقدیم میکنم که بتونن راحت دسترسی داشته باشن. حالا مسائلی که گفته شد، صفحه 457 صفحه 457 ببینید اینجا به نام خدا امتحان نهایی استاتیک گروه مکانیک 75 سال 75. این مسائل اینجا برای دانشجوی عزیز گفته شده. حلش هم در همونجا اینا مسائلی است. حلش هم اینجا من گذاشتم که کار بکنم. دیگه صفحه 450 500 صفحه 500 رو برم. البته دانشگاه گیلان خیلی مسائل هست، من یکیشو به عنوان نمونه گفتم. 500 البته اینجا یه سری کویزایی هست که من تو دانشگاه به دانشجوی عزیز دادم. گروه استاتیک اینا مسائل کویزایی بودن که سر کلاس به دانشجوی عزیز دادم. اینا این کویزایی که میبینین. خب حالا 500 این 500 دانشگاه مهراسان، در اونجا من حدود 2 سال یعنی 4 ترم اونجا دعوت کرده بودن، استاتیک درس دادم و مسائل حل مسائلم اینجا میبینیم. 522 ببینیم 522 دانشکده فنی فومن در سال 89 من اونجا حدود 2 ترم من درس دادم به استاتیک. اینم سوال نمونه استاتیک بود
که اونجا دانشجوها کار کردیم و این مسائل رو حل کردیم. حلش این پایین به این صورت مشاهده میکنید چگونه این مسئله حل میشه. پاس دانشکده فنی فومن سال 82 ببینید اینجا اومده حل مسئله هم داده شده. خب امیدوارم که دانشجوی عزیز با این، البته یه سری جداول اینجا من به دست آوردم، این جداول هم کمک میکنه مامانس انرژی مرکز ثقل اجسام به صورت فرموله اینجا گفتیم در اومده و کاملا جداول ضریب سکاک فلز رو فلز که اینجا هم داده شده. امیدوارم که مورد تایید قرار بگیره.